We are here at the port city of Igoumenitsa, Greece, where people from all over the Middle East have fled their countries, camping on this hill and scouting the port for their opportunity to get themselves onto trucks and cargo ships bound for Western Europe. این برای یه روز و دو روز نیست. فکر کنم 10 سال این جنگل هست. یعنی مهاجر میان اینجا. تقریبا الان 3 روز اینجا، 3 شبه. مقصد اینجا نیست، یعنی در انتظاری. مقصدم یکی از کشورهای اروپایی است. بیشترش الان زیر کامیونه. یعنی تو باید بری زیر کامیون، بعد سوار کشتی شو، بعد اگه سگا پیدا نکنن، پلیسا پیدا نکنن، حالا گیر نیفتی، رد میشی. امشب اگه قسمت شه میرم. بعد اینکه پریدی داخل، اگه سگ تو رو نمیدید باید سری میرفتی زیر یک کامیون خودتو قایم میکرد. یعنی من الان همینجا 3 ماه توی بارون میشینم، خب به امید روزی که یه روز من نمیگم برم یوکی و الی و اینا، برسم ایتالیا. این کشتی واسه من یه معجزه است، یه کلیساست واسه من که برم خودمو خالی کنم داخلش. همجوری چیز میخوابیم، همیشه آماده ایم، چون اصلا معلوم نیست کی میریم کی نمیریم، کی اوکی میشه کی نمیشه. من دیگه واقعا میگم تو ایران نمیتونستم باشم. خب چون من فکرم یه جوریه، اصلا دغدغه مثلا جای خوب و پنت هاوس و اینا رو نمیخوام. من فقط میخوام مایندم آزاد باشه، ذهنم آزاد باشه. که اون آزادی ذهنم ازم گرفته بودن. بزرگترین چیز آدمه. 6% live in the year in the plastic. United Kingdom, Afghanistan, United Kingdom, Kurdistan. Yes, Syrian in the oil. بهش بگو، بهت گفتم دیروز یه دعوایی شده اینجا. خب اینجا کلا شده مال کردا. بگو کردا بیشتر اینجا میان. روحی، عاطفی، همینجوره. خب همینجوره شکنجم دادن، گفتم من پیاده‌ام شده باشه میرم. چون واقعا شنیدم که اروپا به این همچین آدمایی سرپناه میده. کردستان اون قسمت ایرانش تقریبا. 3 سال اومدم کردستان عراق، پیشمرگه بودم. بحث هویت خواهی است، یعنی یه چیزیه که تو مدام با این سیستم درگیر میشی، مدام با این سیستم در حال مبارزه هستی، که این مبارزه واقعی نیست. به خاطر همین که من و امثال من به اروپا فکر میکنن و ناچار میشن آخر سر اروپا رو انتخاب کنن. من نگاه کن، تنها آرزوم اینه، خب یه جایی برسم خب امنیت داشته باشم. یعنی چجوری امنیتی؟ یه ماشین بغلم وایسه، نگم اومدن منو ببرن. حتی 2 بارم داعش منو گرفته. کلیپ من پخش شده تو شهرمون، چاقو گذاشته زیر گردنم که منو به عنوان مرتد سرمو ببره. من اینجور شرایطی رو دیدم، مهاجرت کردم. خب من حتی با پدر و مادرم هم خداحافظی نکردم. خب شاید این برای ما کردا زیاد سخت نیست، برای مادران کرد این زیاد سخت نیست، چون به این شرایط عادت کردن. من تنها پسرشم نبودم که خانواده رو ترک کردم. خب من دلیل مهاجرتم اینه که راحت بتونم کتابمو چاپ کنم. کتاب در مورد
ادیانه، دینای مختلفه. رو که به دین نیاز داریم نیاز نداریم، آیا موضوعش سر اینه. بهاره اسپرینگ. آره، انسان بدون آرزو مرده است. ولی کلا از بالا رفتن و تا بری داخل کامیون 40 ثانیه است. خود دیگه باید برسونی، نرسونی گیمت سوخته، گیم اوور میشی. Yes. يلا قدام. Oh my god. مركز نيو التصوير دكم الشام شاحنة 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 Oh my god. بالای فنسم سیمخال داره. سیمخالدارای نظامی هستن، اونا هم اینجوریه. باید اونا هم رد کنیم. یه دونه محافظ داره، یه دونه توری داره، بالاش هم سیمخال داره. خب که از اون بری بالا، بری زیر اکسل خودتو پایین. 40 سنت. الجناح انا آزاد كردي الحمد لله. بوليس هاتنا قرتني آزاد كرد. بزرگترین ترس من خب نه دریاست، نه کشتیه، نه رد شدنه. بزرگترین ترس من اینه خب یه بار دیگه پامو تو ایران بذارم. واقعیت اینه از خودم نمیترسم، از جان خودم نمیترسم، ولی خب یه چیزی نشه که بعدها بشه داغ سر دل مادر. اگه ما میریم اونجا به اون معنا نیست که اونا ناجیه، چاره دیگه ای نداریم، فقط همین. تکرار میکنم 100 بار دیگه، تکرار میکنم. اگه از دریا نشده با پیاده میرم، تو سرمان بمیرم میرم.
اینم بدان معنا نیست که انگلیس بهشته، انگلیس ناجیه ماست، ولی چاره دیگه ای نداره. برگردم اعدام میشه، برگردم کشته میشه. و این داستان هزاران نفر من و امثال من.